حکومت تاجیکستان انتقال مبلغ را به خارج کشور محدود کردند. طبق دستور بانک ملی از این به بعد شهروندان تاجیکستان دیگر حق ندارند که به شهروندان خارجی پول فرستند. از روی مقررات جاری شده شهروند تاجیکستان هم تنها در صورت نشان دادن شناسنامه تاجیکی حق گرفتن پول را دارد. این یک تبعیض مالیوی است که شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی پول فرستاندن نمیتواند. من میفهمم وقتی برای انتقال پول کلان فرض کردیم از 10,000 سامانی بالا محدودیت ایجاد می شود. نظارت سراسری در نسبت پولهای شخصی جاری شده است و من نمیتوانم به خارج پول فرستانم. یعنی نمیگذارند که شخص پول حلال خودش را آزادانه خرج کند. هنوز مقامات مسئول این موضوع را شرح ندادند، ولی ظاهراً این اقدام تحت فشار عامل کم شدن پول نقد در داخل کشور و تهدیدهای سرمایه‌گذاری سازمان‌های افراطی و تروریستی صورت گرفته است. تا این زمان یک شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی توسط سیستم‌های انتقال پول در یک روز حق داشت تا $3,000 مبلغ انتقال دهد.